چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد بنوشیم. حاجی صاحبای محترم، ما حرکت کردیم بریم به طرف ساحه عرفات. کوشش کنید حاجی صاحبای محترم تلبیه به زبانتان باشه. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. همچنان ایران بگوین که الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. در این تلبیه که صدایتان بلند می باشه. حاجی صاحبای محترم، در ساحه عرفات چیزایی که هست اینجا ایستادن، تنها ایستاد شدن نیست بلکه نشستن و به پهلو افتادن و به هر شکل میتونه انسان عبادت خدا بکنن. حاجی صاحبای محترم کسایی که علاقمند ازی هستند که نماز پیشین و دیگر خود در مسجد نمیره بخوانن، اینجا انشاءالله با حرکت میکنیم میریم به طرف مسجد نمیره. و حاجی صاحبایی که ضعیف هستن و مشکلاتشان زیاد هست رفتن نمیتونن، اونا میتونن که نماز خود در خیمه خود بخوانن، چون حاجی صاحبا بیروبار زیاد هست. به این خاطر کسایی که تکلیف دارن یا بسیار ضعیف هستن و ریش سفید هستن نمیتونن، اونا میتونن که همینجا باشه. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حاجی صاحبای محترم، در جریان عبادت هایتان تلاوت قرآن شریف، تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دعا میکنیم، توبه میکنیم، دعا برای مسلمان های دنیا میکنیم، دعا برای حل مشکلاتشان میکنیم و تسبیحات خوانده میریم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. حاجی صاحبای محترمی که به مسجد نمیره میرن، حکمش یاد بگیرین که قبل از رسیدن به اونجا وقتی که ما و شما در مسجد میرسیم میباشیم اونجا امام اول یک آذان داده میشه. قبل از نماز پیشین امام خطبه میخوانه، ما و شما به خطبه از او گوش میتیم و تمام ما به خطبه از او باید گوش میتیم. نماز پیشین در مسجد نمیره به شکل جمع و قصر خوانده میشه.
جمع و تقدیم و قصر جمع میکنیم، یعنی نماز پیشین دیگر یک جای خوانده میشه. یک آذان است، دو اقامت. در اقامه اول نماز دو رکعت نماز پیشین میخوانیم به شکل مسافرانه، یعنی قصر میکنیم و باز نماز پیشین که ختم شد نماز دیگر خوانده میشه. جمع به معنای است که دو نماز در یک وقت جمع میکنیم و قصر به معنای کوتاه نمودن است که نمازهای 4 رکعتی یعنی 4 رکعت پیشین و 2 رکعت دیگر یا را 2 رکعت میخوانیم. حاجی صاحبای محترم، بله حاجی صاحبای محترم، توقفگاه یعنی حاجی در این منطقه در عرفات می باشه. اون شما لطفا حاجی صاحبا همین لوحه ها را سعی کنین، اون لوحه های زرد که معلوم میشه نوشته است اینمی ساحه عرفات. اینمی لوحه را ببینید کلش ساحه عرفات است. متوجه شدین؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه. حضرت عمرو بن شعیب ای از پدر و پدرکانش روایت میکنه، میگه نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفت که خیر الدعاء، بهترین دعاها دعا یوم عرفه، دعای روز عرفه است. و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی، و بهترین چیزی که ما و پیغمبرایی که قبل از ما بودن گفتن که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. حاجی صاحبا در حدیث شریف آمده که عن عایشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. میگه هیچ روز نیست که الله زیاد بنده ها را از آتش دوزخ نجات بده نسبت به روز عرفه. هیچ روز، یعنی در این روز بسیار کسا هستن که از آتش دوزخ نجات پیدا میکنن. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم. زر زادر نبار بار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا. که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا. تا رحیمی تا عالمی تا رحمانی، تا په مونږ باندې څومره مهرباني، تا په مونږ باندې څومره مهرباني. د رحمت دی امیدوار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا. که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا. د توبې د قبل ولو
گزارگاریم پاک خدایا داستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا داستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا که غریبیم او که خواریم پاک خدایا داستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا داستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا ما محمود سر بالکمای لناشتا تازمون گئی مولا بالمولا ناشتا تازمون گئی مولا بالمولا ناشتا کازروغا و کا بیماریم پاک خدایا داستا دیر شکر گزاریم. حاجی صاحبای محترم وقت غروب رسید. حاجی صاحبای محترم غروب شد در سایه عرفات. ما و شما حرکت میکنیم به طرف مزدلفه. حاجی صاحبای محترم حرکت میکنیم به طرف مزدلفه و قانونی است که در مزدلفه وقتی که ما و شما میریم کوشش میکنیم که نماز شامتان حاجی صاحبای اینجا نخوانین. بعد حاجی صاحبای محترم متوجه باشین اگر شام شده لکن نماز در مزدلفه خوانده میشه. فقط 3 رکعت فرض شام و 2 رکعت فرض خفتن در مشعر الحرام انشاءالله که رسیدیم اونجا میخوانیم. و اگر کسایی در مشعر الحرام رسیده نتانستن باز اونا میتونن که در هر ساحه که باشن نماز شام و خفتن جمع و قصر و تأخیر میشه. جمع میشه یعنی نماز شام و خفتن یک جای میخوانیم. قصر که نماز خفتن کوتاه 2 رکعت خوانده میشه و تأخیر به خاطر از اینکه در وقت خفتن نماز شام میخوانیم. حاجی صاحبای محترم فعلا بیروبار زیاد است. کوشش بکنین که آهسته آهسته حرکت میکنیم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حاجی صاحبای محترم ما و شما به منطقه مزدلفه رسیدیم و در مزدلفه انشاءالله امشب در مزدلفه می باشیم و نظر به آیت شریفی که الله سبحانه و تعالی بر ما و شما امر کرده بود که ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. دیگه در این آیت شریف الله سبحانه و تعالی امر کرد که ثم افیدو پس شما هم پایین بروید به طرف مزدلفه من حیث افاد الناس به مشکلی که از جایی که مردم او طرف میرن و استغفر الله و شما مغفرت بخواین. حاجی صاحبای محترم ما و شما زیاد کوشش میکنیم سعی و تلاش میکنیم که در مزدلفه استغفار بکنیم توبه بکنیم و از گناه هایی که ما و شما مرتکب شدیم از این زیاد توبه بکنیم که انشاءالله الله تعالی ما و شما را مغفرت بکنم. حاجی صاحبای محترم تا وقتی که ما و شما به مسجد نزدیک مشعر الحرام یا مسجد مشعر الحرام میرسیم کوشش میکنیم انشاءالله تعالی اونجا خدا برسانیم و نماز شام و خفتن خدا یک جا در اونجا به شکل جمع قصر و تأخیر اونجا ادا میکنیم. جمع به این معنی که نماز شام و خفتن یک جا اونجا ادا میکنیم به شکل مثل مسافرانه و دو رکعت میخوانیم نماز خفتن اما شام 3 رکعت میخوانیم. و اگر حاجی صاحبای محترم کسی نتانست که در مسجد الحرام به جماعت برسه یا سرش ناوقت شد میتونه که در دیگر ساعات نماز شام خفتن خدا بخوانه. این شب انشاءالله ما شما مکملا در مزدلفه سپری میکنیم. لبيك اللهم لبيك
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. دوستای محترم خوب هستین؟ الحمدلله. شما دوستای محترم عبادت هایی که انجام دادی و عبادت هایی که ما نمیشه که تون باشم معلوم بدیم. اصلا بعد از اینکه غروب آفتاب شد در عرفات ما از اونجا حرکت کردیم و اما تا آمدیم یک طرف مزدلفه و حالا فعلا ما این منطقه مزدلفه هست. در این مزدلفه دیگه شب اینجا تیر میکنیم تا طلوع آفتاب روز اول عید انشاءالله تعالی. روز اول عید که بخیر آفتاب طلوع کرد دیگه باز حرکت میکنیم به طرف جمرات و عبادت هایی که در اینجا میشه. اما آیت شریف است که ثم افیدوا من حیث افاض الناس و استغفر الله. دیگه به این شکل که دیگه راه این طرف حرکت کردن، پایین شدن آمدن به طرف مزدلفه. ما هم حاج بارستان دیگه حاجی آمدیم اینجا به منطقه و شب همیشه نماز شام و خفتنه به شکل چیز خواندیم، جمع و تأخیر دمی منطقه خواندیم. خب اصلا آیش سیبو اکثرشان در مسجد مشعل آرام باید میخواندیم، لیکن سرمایه دارد ناوقت شد خوانده نتونستیم که خودمون باز خواندیم و حالا یک ساعت گفتیم استراحت میکنیم، شب اینجا باشیم و صبح خیلی طرف حرکت حاجی صاحبای محترم، صبح شده و نماز صبح مسجد مشعر الحرام نماز صبح بخوانیم. حاجی صاحبای محترمی که نماز صبح در اونجا خوانده نمیتونن، میتونن در هر جای قسمتی که هست نماز خدا ادا بکنن. آج صاحبای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آج صاحبای محترم تو آفتاب طلوع کرد و ما و شما حرکت میکنیم به طرف جمرات. آج صاحبای محترمی که حرکت میکنن به طرف جمرات در راه سنگریزه ها میآیند. هر حاجی صاحب باید 70 دانه سنگریزه به همراه خود بگیرن، سنگریزه هایی که به اندازه یک دانه لوبیا یا باقولی باشه. آج صاحبای محترم ما و شما نزدیک هستیم. شما میبینید در مقابل ما و شما تعمیر تقریبا چند منزله هست، راه های مختلف داره. انشاءالله تعالی ما و شما به طرف جمرات میریم.
آج صاحبای محترم، در جمرات طبعا شما میفهمین که 3 جمره هست. یکی جمره عقبه هست که ایره کبرا میگن، و الجمره الوسطا جمره وسطی هست، و الجمره الصغرا جمره چی هست؟ صغرا هست. جمره عقبه که 3مین جمرات است، ایره جمره عقبه یا جمره کبرا میگن. آج صاحبای محترم، امروز فقط یک جمره زده میشه و اونجا آلوان نشانی هست و جمرات دیگه دم رویشه چیزایی که بند کردن، اونجا جمره زده نمیشه، فقط همین یک جمره زده میشه. آج صاحبای محترم، شروط صحت رمی چی است؟ اول ای که چیزی که با او جمرات میزنین از جنس زمین باشه، مثلا سنگ باشه یا چیز جغله یا این چیزا باشه، و هر جمره 7 دانه زده میشه. باید هر کدامش علیده زده شوه و اگر کلش یک جایی زده شوه ای درست نمی باشه، باید یک دانه زده شوه. باید ترتیب مراعات بکنین در ایام تشریق و اندازه از این سنت هایی که در رمیه هست که باید ای به اندازه یک دانه مهره یا یک دانه باقلی به این شکل باشه. و دیگه سنت است که با سر انگشت سگریزه گرفته شود و زده شود. و این هم از جمله سنت هایش است که بین جمره تقریبا 5 ذراع یا بیشتر فاصله باشه. دیگه آج صاحبای محترم، در اولین رمیه که است تلبیه قطع میشه. در اولین رمیه تلبیه قطع میشه. حدیث صحیح مسلم است که عن ابن عباس رضی الله عنهما ان الفضل اخبره ان النبي صلی الله علیه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبه. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا وقت تلبیه میگفت تا که جمره عقبه زده شد. حاجی صاحبای محترم، ما و شما در نزدیک جمرات هستیم. امروز مثل که من خدمت شما عرض کردم، تنها یک جمره زده میشه، جمره عقبه. اما جمره عقبه یا جمره بزرگ آخری هست. ما با اول و دومی زده نمیشه در روز اول، تنها امو آخری که جمره عقبه یا جمره کبرا هسته. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم. زرزا در نبار بار یم پاک خدایا، داستا دیر شکر گزار یم پاک خدایا.